بعضی مادرها به من نامه می نویسن، بچم نماز گذاشته کنارم، دخترم حجاب گذاشته کنار، گریه میکنن، ناله میکنن. بابا ناامید نشین. یا من استنقذ السحر الله اکبر. این اصلا معجزه است، خرق عادته. سید الشهدا اینو در دعای عرفه به عنوان یکی از مظاهر قدرت خدا ذکر میکند. یا من استنقذ السحرة بعد طول الجهود. آدم 40 روز گناه کنه کثیر قلب میشه. اینا عمری خوردند و خوابیدن در دربار فرعون، هیچی هم قبول نداشتن. بله، میگه تو اون خدا هستی که دست اینا را گرفتی، دست این ساحران را گرفتی. بله، حالا دیگه ما بدتر از اونا که نیستیم، میشه دست ما را میگیره خدا. حالا به هر حال فالقی السحرة ساجدین. اگر الان به من بگن یه انگشت تو را میخوایم ببریم، خواب از سرم میپره. اما فرعون آمد گفت دست پاتون رو میبرم، به دارتون میزنم. گفتن لا ضیره، هیچ عیبی نه. انا الی ربنا لمنقلبون. روح ما را که نمیتونی از دست ما بگیری، این روح ما میری پیش خدا. اینقدر محکم.